صدرالدین عینی. صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در دهه ساکتره تومن خیشتوان امارت بخارا در عائله کشاورز به دنیا آمده است. پدر صدرالدین عینی سید مراد نام هنرمندی بود و او به کشاورزی و گاه به بافندگی سنگ آسیا تراشی مشغول شده زندگی خود را به پیش می برد. صدرالدین عینی حیات خود را در دو دهه ساکتره و دهه بالا که تابع تومن شافرکان بود گذرانیده است. صدرالدین عینی از سن 5 سالگی به مکتب روان کرده می شود. یعنی صدرالدین عینی را از سن 5 سالگی به مکتب روان می کنند. اولین مکتب یا مدرسه‌ای که صدرالدین عینی در آن تحصیل کرده بود، از آنجا خوب دانش از خود نمی کند و با تشبث پدرش سید مراد او به مکتب دخترانه فرستاده می شود. او در آنجا چند مدت تحصیل می نماید. خلاصه صدرالدین عینی تحصیلات ابتدایی را در دهه خود گرفته است. صدرالدین عینی 2 دادر و 1 اکا داشت که آنها با خودش اینهایند: صدرالدین، سراجالدین، عزالدین و رکنالدین. سال 1989 منطقه امارت بخارا را بیماری وبا فرا می گیرد و از این بیماری پدر و مادر صدرالدین خردسال از عالم چشم می پوشند. اکای صدرالدین عینی آن وقتها در بخارا در مدرسه میر عرب تحصیل می کرد و تربیه دادران به ذمه صدرالدین بود. صدرالدین عینی با مشقت‌های زیاد آنها را تربیه می نمود. وقتی که پدر صدرالدین عینی سید مراد بیمار گردید، الکی خودی پدرش یعنی سید مراد خودش حس کرد که مرگ او نزدیک است و صدرالدین خردسال را به نزدش دعوت کرد و گفت: فرزندم، تحصیل نما و تحصیل خود را هیچ وقت قطع نکن. برادرانت را نگاه و بین کن. خان مولا نشو، رئیس نشو، مدرس شوی میلت. گفت و وفات نمود. صدرالدین عینی سخنهای پدر خود را حلقه برگوش کرد و آن در مدرسه های بخارا تحصیل نمود. تحصیل خود را قطع نکرد. حتی روزهای شدند که صدرالدین خردسال پابرهنه در بیرون گشت و گذار میکرد و حتی ناگفته نماند روزهایی بودند که صدرالدین عینی حجره خوابی نداشت و در کوچه ها میگشت. صدرالدین عینی خود در یادداشت ها می نویسد که روزی شد که من در پاپوش محلی دوخت داشتم و آن هنگام گشت و گذار کردن در برف
آب میکشید و پایهای من چون زمینی جفت کرده شده خون میشدند و من با روغن شمع آنها را یعنی آن دردها را تسکین میدادم. صدرالدین عینی از این دشواری های زندگی ترسی نداشت و تحصیل خود را دوام داد. او از سال 1890 تا سال 1891 در مدرسه میر عرب، از سال 1892 تا سال 1893 در مدرسه بدلبیگ، سال 1894 1895 در مدرسه عالمجان، 1896 1898 در مدرسه حاجی زاهد، از سال 1899 تا سال 1906 در مدرسه کوکلتاش تحصیل کرده است. صدرالدین عینی چنانه که گفتیم با مشقت‌های زیاد این مدرسه ها را ختم نموده است. روزهای می شدند که صدرالدین عینی و همسالان خود درس می آموخت و از آنها مزدی ناچیزی می گرفت. صدرالدین عینی با جامه‌شویی و خوراکپزی نیز مشغول می شد و از آن نیز مزدی ناچیز می گرفت. همین طریق صدرالدین بزرگ گردید. سال 1917 در انقلاب ها اشتراک نمود و حتی 75 چوب نیز او را زدند. او در تاشکند بستری گردید و در آنجا 24 جراحی را از سر گذرانید و 52 روز خواب نمود. او از این دشواری های زندگی نیز ترسی نداشت. سال 1920 بخارا همچون کشوری صاحب استقلال در هیئت روسیه شناخته شد و صدرالدین عینی از این حالت خوشحال گردید. حالت نهایت خوشحال کننده برای صدرالدین عینی این بود که سال 1924 تاجیکستان همچون کشوری مختار به هیئت ازبکستان پذیرفته شد. سال 1937 صدرالدین عینی دشمن خلق حسابیده شد. با دستگیری های بیواسطه ابوالقاسم لاهوتی که آن وقتها در مسکو بود، صدرالدین عینی بیگناه حسابیده شد، یعنی بیگناهی او اثبات کرده شد. صدرالدین عینی سال 1954 در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید و حالا مزار او در این شهری بزرگ وجود دارد و حتی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و یک ناحیه کوچه و خیابان‌ها به نام او گذاشته شده است.